سلام و درود دوستان عزیز ما. من امروز 14 می است 2025. باز ما در مهمانی پولزی بابای عبدالغفور از این خربوزی چمپیون و اینچنین تربوزی گیگانت دارم پایان با برای شما وقتی داروتیش آمادگی هستیم که ببینیم امروز چی چیزها رو برای ما می آموزانند بابای عبدالغفور از تجربه های خود یا اینکه از تجربه پدر و اکا و باباهای خود که چون اینها اویلای دهخان هستند میبینیم که چی چیزا با ما می آموزانند. و بعضی ها در نوارد پیشینه گفته بود که طرز آبمانی انا سال گذشته عموما در وقت آبمانی اکا آمادگی نبوده، ما امروز با گفت روسا که پپل شد که ما میبینیم چگونه آب داده ایستادن. یعنی حالت صحراها دوستان، این آب هم یک نعمتی است که با واسطه آب چون میگه که خداوند همه چیز ما یعنی که با آب زنده نگه میداریم. آب باشد فراوانی هم خدا خواهد همش میشه، همه چیز از آب است. خدا کند که بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. من خدا خواهد چند نمود دورها رو آوردگی هستن از جمله آلتینگوگیر دوستو. این وقتی آلتینگوگیرش هم اومد از سال گذشته به آلتینگوگیر زدگی بودن نشان دادگی بودیم. فایده آلتینگوگیر به مانند چی میگوید همون زردالو رو بوغ میکنن که همین هم رنگ خربوز روشن میکنن، زرد میکنن و اینچنین اون کرم و دیگه بالا و بهتر حشرات را میکشد. چند فایدهش هست این آلتینگوگیر دوستو. خیلی حاضر با پرسکوب میکنیم از بابای دهخان که حاضر وقتی به نظرم آبمانیشان باشد که در این توبه سر زمین آب آمدگی هسته. انا یک خیلی بابا کار کرده اینجا داروها از فرغانه ازاد نام داروشون امونی نیترات با خود خیلی میگوین که چی داره چی داره اکو سلیتر ازبکستان چون اکام دویم در همین دانه و نمیدونم دیگر چیزاشون از ازبکستان است. اینچین تجربه هاشون و اینچین داروها را از جمهوری ازبکستان آورده هستند و همچنین یک سرپرستی بابای عبدالغفور فیرمی و از اکاسیت برند گیگانت تربوز است. این که همین چیز خیلی رکلام کرده همین طول سال اکوی از اینجا از جمهوری ازبکستان نمی تخمی را تعریف کرده ایستادند. امسال ثمرش ما میبینیم که چگونه هست. من پای خلاصه همینجا برو آمدیم تا اینکه ببینیم بابای عبدالغفور چیکارها کرده. السلام علیکم بابای دهخان، قسم کارو خداوند برکتیه برکه اوید بابای عبدالغفور. این چی واقعا همونجا خاک چوش شده چی گپ کاره؟ زمین دهقان باید خاک چوشه. شما میدونید کلمه دهقان معناش چی است؟ کلمه دهقان معناش رفشه علامت سواله. این بسیار آدمو دخت یعنی که معلوم نه چیز گپ میشه. دهقان کار میکنن نبیاد آخرون علامت سوال. کلمه دهقان ما پیشش علامت سوال مینویسیم. این معناش این که این خدا من چیز گپ میشه. خدا کند که خداوند در دهخانی شما برکت یاد. 2 هفته پیش به نظرم اومدگی بودیم نزد شما وقتی خاک پیش کردن بود کلنکنی بود. ما همین زمینه همین خاک خربوزی ها همش هم گرفتن دیسود نه تقریبا چند سانتی متره؟ این تقریبا یک 20 سانتی متر هست. ما همین خاک همش هم گرفته هم که خاک گر پرتوفتی خاک سوزون که خربوزی ما ریشش سال وای شود اساس شما همین کلنکنی شما ما هر بار میبرم شما کلن میکنید یعنی کلن کردن مقصد اساسی تون چیه در کلن کردن؟ مقصد اساسی من که خربوزه بهترین
نه فایده برای همین نهال خربزه. خربزه میدونی چه خیلی میشه به مانند توف دم میکند کو. من به حوصلش کار ندارم. نه که من میخوام فهم که چرا شما اینقدر کلم میزنید زیر همین نهال خربزه را. این چیزا که مثلا بس میکنم همش میگم میتیم. گپ من فرقش نیست. وقتی تراکتور های میکنه همین چیزا. دیدم تراکتور های کردی 4 بار همین چیزا کردی تراکتور همین زمینه. وقتی تراکتور ها میکنم من نمیمونم نزدیک بیو ریشه. من بعدی خودم همین 20 سانتی متر 30 سانتی متر تا چیز یک هم خیلی میکنم. همین ریشه کو ریشه هوا میتیم هوا گرد همین خربزه کلان نشوه. هم که رنگ آدمی که مخش میکند که هم خیلی کچاک شده میسته. هم که کچاک میشد این. شما ریشه رو تربیت من فقط ریشه تربیت میکنم. وظیفه من فقط ریشه تربیت کردن است. چون که گرمی شدید دیده چه گرمی هست. امروز خیلی تا 37 گرادوس برو اومدیم. باز جمعش پنجشنبه جمعه شنبه چه گرمی میشه میبینه. ما فقط ریشه تربیت میکنیم. چون که گرمی پیش از این سال خدا خواهد بسیار گرمی وزمین دادگی اکنون خدا میدونه الله میدونه. ما همین چیز به تیاری سخت ایستاده این سال. همین دیدم باید محمد جان خدا خواهد انشالله همش 100% میشه. ما با یگان کس نه وای میکنیم نیچی ما فقط کار مسجد به پیش گفته فقط کار میکنیم. نشون میدیم که در مسجد چخیل دهقانای اصیل است چخیل خربزه تربیت کار بازار میبروره. ما بهترین خربزه خدا خواهد این سال بازار میبروریم بهترینه. من اینجا چند نمودی داروها را آوردگی هستند گویا اینکه دکان دارو فروشی باشد. میخوایم یک از این کس پرسیم که این داروها رو کی و برای چی میزنن؟ از سلیتر همه میدونن سلیتر برای چی هستین. سلیتر بهترین دارو هستین. رول اساسیش برای خربزه در چیست؟ این خربزه اصل بویی میکنه. اگه همین دهقانی باشد که زمینش همین سلیتر تیاد 100 متر به 10 کیلو انا سلیتر همین سلیتر 50 کیلو نه برداره نیون احتیاط کنه 50 کیلو سلیتر نه. این در چقدر گفته؟ همین درازی زمین ما 160 متر 16 کیلو دارو میریزم در یک جو یا؟ در یک جو 16 کیلو دیدن آب از سرجو. ما خدا خواهد همین شب آب میتیم زمینه سحر دارو میتیم. ما یکم مینداری خود رو باز و همین بدخواست نوعی مسیح میرسونم که همین آب ما مبتدل است. مختصر چون شب شده ایستاده است درباره طرز دادن همین نوری سلیتر در همین جوی چخیل شما تجربه تام طرز آبدهی تو از طرز همین جوی آب رفت شده حاضر بده من نشون میدم. من چیز زمین آب موندگی نه پنج جویا همین جوی آب رفت شده از یک ساعت باز آب رفت شده جوی من دیسته دیدم این پوچک میگوتید زدنی شما دیده دنا آب رفت شده همین جانه همین آب رفت شده همین 160 متر درازیش همین وقتی آب فروند سر کرد نم چید 4 ساعت آب رفت. همین 16 کیلو دارو میریزیم در همین سری وقت میکویم آب میفراد 15 منوت میره یا 20 منوت آب میپرتیم تمام. 16 کیلو در یک جوی میریزه. این حاضر آب بتگی سلفان رفته یک برای من رفته در پایین دیده اوجه نیم کردگی ما 1 ساعت شده می آب سر دادیم. این یکم بالاش به خیلی شکاف خیلی نمیکنه خطگاش خطی بعد این 16 کیلو یک بار در اینجا میریزه. این خربوزه سرگاه یکم خیلی ضرر و آسیب نمیبینن. ضرر میبینن 1 تا نیم تا ضرر میبینن. برای سولانی 1 تا 2 تا ضرر میبینن. اینا قاق میشد با سیزون بود داشت نه سودی میبرد. یعنی طرز آبدهی دارو یعنی که این آب رفت 1 ساعت رفت آب قاق کرده داروی بعد میریزه. دویم دارو ما شما پارسال ما گفتی بودیم بسیاری آدم‌ها ما وای کارگی بود. انا таблетка я вам покажу вот таблетка гибрелин. دیدن таблетка гибрелин استحصال ایوردانیا 5 گرم. این چند گرمه؟ 20% بوده 5 گرم. این فقط با محلول این محلول ندیسته دیدن سپیرت فقط با سپیرت حل میشه. این چیز در برگ خربزی یا تربوز زده میشه. استحصال کجا گفته؟ ایوردانیا.
در برگ میزنید؟ این فقط در برگ میزنید. ما سال گذشته عرق گفتیم نه که سپیرت دوزش عرق بلنده. اگر دیسو دیدن سپیرت چند گرمه؟ نه چند فویزه؟ 50 فویزه؟ خلاصه این سپیرت قطعی گیبرلین همین یک تابلت که 5 گرم دو تا بکلاشکه سپیرت میریزیم. این 100 لیتر آب با 4 اپراز زپراف که 25 لیتر میشدیم. همین یک خداش؟ یک خداش این 100 لیتر آب با همین تابلت که با همین سپیرتو این رزمیشات نشد. طول که فقط همین سپیرت دیگه اون چیز دیگه رزمیشات نمیشدیم. این تجربه مردمی جمهوری همسایه ازبکستان. این تربوز خربوزای رنگ توف با این دم میکنه. تاثیرش در میوه میرسد؟ میوه بیاره به قاعد میکنه. اول ما همین چیز استفاده بردیم. خدا خواهد ما که سر میکنه این چیزی. یعنی دیگیم دوری ما هست. سال گذشتنگی نه. این عجیب نوم داشته است که کومر 25 گرم. ما این همش خنداور بود سال گذشتنگی. این وابشه تا این بکلاشکه این خودی همینه چیه؟ این هم خیروس کرگی وای روس میشه. این صبح جمهوری همسایه همه خیر مانند کومر هستن. ساجای کنه. این خدا خواهد خیلی طرز استفادهش. این کراچی در 25 لیتر و 20 گرم. این چی فایده تاثیرش برای خربوزه که تربوز در ما میبینیم برگ خربوز چخیله سیاه یا کبوده سبزه چخیله. اکو چپ شده است به نظرم سبز میتواد یا اینکه سیاه یا که سبز میتواد. خلاصه این بسیار رول کلام بازدی داره. این داری ما خربوزی ریشی بقید میکند. خربوزی نمیموند مردن. بسیار نازکی های همین چیزایی که همین خربوزه. این فقط خربوز بار. تربوز به نه فقط خربوزه بار. این کومر گفتی؟ این نرخش بسیار گران است نه که. همین یک کیلوش این $200 آمریکایی میشد. این 2400 سوم میشد. نه. یا همین یک لیتر یا یک کیلو برای چقدر زمینه این؟ این برای 6 هکتار زمینه همین. اگر اون کس بیاد نزد شما میتواند برای او؟ من فرقش نیست من 2 میگیرم میزنم. اون کس بیاد اگر 755 3460 میتونید زنگ زنید. همه قدارن با دسترس هم میکنید. همین چیزه. اولتینگوگیر 300 ما با دسترس کردیم همین روز اولتینگوگیر 375 کیلو دسترس کردیم. ما 500 کیلو کس کردیم اولتینگوگیر. این 500 کیلو ما کمی میکنم. ما میخوایم 1 تن رزمین زمین با 1 تن اولتینگوگیر. یه اولتینگیر بسیار چیزی خوب است. این اولتینگیر چیز میگه اولتینگیر با زبان ازبکی با زبان تاجیکی میشه گوگیر طلایی میشه. این گوگیر طلایی در چلی تابستان میبینه چیکار میکنه زمین برای مثال هوا چیل شود این 20 با متر 60 گرادوس میشه در زمین. در زمین دروندن نمیتونه. تاس میتونه. این با فایدهش در چی است؟ فایده این خربوزای مثلی وای میکنه. چیگون مثل یک همین رنگش خلاص رنگ خوشرو میکند. خربوزی یک سفیدی خربوزی بلند میکنند این چیز. این بود برای شما چند نمود دوره ها را گفتن بابای عبدالغفار دیخان سپانسر اسوسیاسیون اکاسیت برند گیگانت. ما این تربوز کاری دیگه است. ما شما نشون میدیم 20 اپریل کاری دیگه از من میفرم پایین زمین پایین نشون میدیم چه دیگه. خدا خواهد نشون میدیم تربوزشون افزایشش خیلی. و من راستی گفت در بعضی دوستانشون که در طرف جنوب خریدگی بودن اون طرف نسبت ما بر وقتی است خیلی افزایشی همون نیهولهاشون خیلی خوب بود. حاضر میریم تاریک هم شده باشد که همون تربوزشون بعضی از نیهولهاش برای شما نشون میدیم در ناحیه مسجد چگونه افزایش دارد. این ویدیو را پسند آمدگی باشد دوستو به شما حتما فکر و اندیشه خوبی خود در زیر کامنت‌ها گذارید دوستو. یا که سوالات باشد دهید خدا خواهد رقم تلفن دیخوان میمونم اگرچه دسترس باشد به شما جواب هاشون میده. خربوزا چخیله رنگش چخیله در چه حال است همش مانند دیوای چیزاش میگه نمای خوب همش یک خیل برگش یک خیل. اونه که رسانه‌شون تقریبا 60 سانتی متر 60 تا 80 سانتی متر. نه نیا کنید شما نیا کنید 1 2 3 4 5
6 1 متر 20 سانتی متر عوضش. من دوستان تربوز 20 اپریل کوریدگی هستم بابای عبدالغفور. علاکه افزایش او خیلی نظررس است دوستان. خیلی به نظرم خوشرو میتوانی نهولهاش خیلی افزایششون خوب است دوستان. ببینید اگر مردمی سیمش از کم دهخونی تربوز هستن ببینید اگر اون خیلی خطاگی یا یگون ایلاوگی ها باشه که حتما در کامنتاری ها نویسید که چی گپ کنه. خب بو عبدالغفور درباره خربوز گپ میزنم. کوتاه گپ میزنم درباره همین تربوز. من دهخون تربوز هم هستم. من از سال 2000 تربوز کوریدم دیگه. چند سال قریب 15 سال تربوز کوری کردم. من همین سال اسپیشال همین تربوز کوریدم نشون میدم. همین زمین 25 سوتیک زمین، همین زمین ماجدو کاری کوریدگی در همین زمین 25 سوتیک یک چیمزور بود. 10 جوبوره. 10 جوبور درازش 50 متر، هر یکش 50 متری است. گوش کنید من همین زمین خدا خواهد من دونه گند نمیزنم روی تون هم 30 تن تربوز میگیرم در همین زمین. انشالله خدا خواهد اول خدا آخر خدا. من وعده میدم 30 تن تربوز 30 تن همین تربوز گیگان نه گیگان با وقت کندن نشون میدم. همین تربوزا بسیار آدما گفتگی بود که این تربوزا کلون نمیشن. خیلی من تربوز 25 کیلو خیلی برداشت نشون میدم. همه میبینند وست تاجیکستان اگر با مرحمت باشه اگه دهقان زور باشه مرحمت نه بیاد مسابقه تربوز کی کیلو نمیشه. هم ماسشاب تربوز که بهترین 25 کیلو من تربوز وعده میدم. خیلی دوستا برای شما از همین رفتی کوره بابای عبدالغفور که به خاطر دوره چگونه استفاده کردن در زمین چند نمو دوره ها داشتن با مو توصیه ها دادن و گفتن خلاصه نشان دادن که چه چیزها را استفاده میکنن در همین تربوز و خربوزشون. خیلی دعا کنید دوستا نه تنها برای بابای عبدالغفور برای کل دهخانه کشور و کل دهخانه جمهوری همسایه که همین خیلی دهخانهشون خوب شود دسترخانه ما پر از ناز و نعمت شود. دوستا خدا نگهداری هر یک که ما و شما تا برنامه‌های آینده. خدا حافظ دوستا. حتما لایک را زنید و یار دوستا پدیلیت چکنید دهخانه اصیل. اگر یگان خطاگی از بابای عبدالغفور سر زده باشد حتما برای اصلاحیشان یگان کامنتاری خوب نویسید. التماس در نوارها هر خیل کامنتاری بیکار ننویسید چون اونها رو من حذف میکنم از روی همین برنامه. خدا نگهدار. قسم می‌خورم همه برکت یا خداوند. آمین یا رب العالمین.